با مقصد آموزش پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به مجلس عالی مملکت درباره سمت‌های اساسی سیاست داخلی و خارجی جمهوری و در عمل تطبیق نمودن نشاندهنده‌های آن، صحبت و واخوری گروه تبلیغاتی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت ختلان با مسئولین و آموزگاران و دانشجویان دانشگاه دولتی باختر به نام ناصر خسرو دایر گردید. گفته شد که پیام‌های سالانه پرزیدنت مملکت فراگیر تمام پهلوهای حیات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی ساکنان کشور بوده، از هر یک فرد وطن دوست تقاضا می‌گردد که بهر در عمل تطبیق نمودن نشاندهنده‌های آن مسئولیت بیشتر ظاهر نماید. در پیام امساله پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به مجلس عالی مملکت آمده است که رشد معاصر اقتصادیات و بلند برداشتن رقابتناکی آن بدون رشد سرمایه انسانی غیر امکان می باشد. وابسته به این، سطح رشد و ثمره‌ناکی استفاده سرمایه انسانی برای دولت و حکومت اهمیت اولین درجه دارد. رشد سرمایه انسانی عامل کلیدی بلند برداشتن سطح و صفت و ثمره‌ناکی ساحه‌های اجتماعی مخصوصاً معارف و تندرستی، علم و اینوواسیا، اینچنین فعالیت ثمره‌ناک مؤسسه‌های علمی میباشد. در نوبت خود رشد علم و معارف کلید پیشرفت همه ساحه‌ها و عامل مهمترین تامین نمودن آینده باثبات دولت و فضای با سعادت جامعه به حساب می‌رود. با در نظر داشت این، ضمن مبادله افکار در دانشگاه دولتی باختر به نام ناصر خسرو گفته شد که امروز بهر آماده گردیدن متخصصان همه جانبه اختصاصمند ساحه علم و معارف در این مؤسسه عالی کسبی از امکانات فراهم گردیده مقصدناک استفاده برده می شود. زیرا بیشتر اختصاص‌هایی که در دانشگاه جوانان به کسب آموزی فرا گرفته می شوند سمت آموزگاری بوده. همه ساله آن را جوانان زیاد ختم کرده در همه منطقه‌های مملکت به فعالیت آموزگاری آغاز می نمایند. با این مقصد گفته شد که در دایره دستگیری‌های حکومت جمهوری تاجیکستان سال از سال با وارد گردیدن دستگاه و لوازمات معاصر کسب و هنرآموزی پایگاه مادی تکنیکی دانشگاه پوره گردیده برای به طلبات زمان جوابگو گردیدن روند آماده‌سازی متخصصان مساعدت نموده ایستاده است. ابراز گردید که گروه‌های کاری تبلیغاتی از حساب وکیلان مجلس وکیلان خلق ولایت و شهر و ناحیه‌ها، عالمان و دانشمندان، سابقه‌داران جنگ و مهنت عبارت بوده همین گونه صحبت و واخوری‌ها در همه شهر و ناحیه‌های ولایت ختلان در نظر داشته شده است.